یا در قرآن آیه دیگه میگه والسماء ذات الحبک، خیلی عجیبه، و آسمان دارای راه ها. یعنی چی؟ باید جواب بدید. میگه در همین راه آسمان ها گیت هایی وجود داره، راه هایی وجود داره، شما نمیبینید. ستون هایی از شما نمیبینید. فثم عمدن ولکن لا ترونها. قشنگ نگه داشته یه چیزی رو، نباشه از هم میپاشه، نمیبینید. برای درک اون مادی شما، متریال شما این قابل درک نیست. مثال که زدیم چی گفتیم فکر کنید ما صوت باشیم، ما آدما صدا باشیم، فرض کنید. خب هوش هم داریم فلان، راه این دیوار رد میشیم، دیواری میبینیم؟ نه. مثال در مثلا مناقشه نکنید برای اینکه درک بهتر بشه. میگه والسماء بناها، این آسمونا بنا داره، ساختمون داره، نمیبینید. قرآن آیه داریم که رو ستون‌ها اینا مستقر شده. از امام رضا پرسیدن ستون‌ها کو؟ از فرمود فثم عمدن ولکن لا ترونها. حالا میگه این آسمان و سماء ذات الحبک، حبک بر وزن همین کتب، جمع حباک. توی لغت معانی زیادی داره. حالا اینجا باز چرا از حبک استفاده میکنه؟ میخواد چند تا معنی رو با هم بگه. یکیش راه، یکیش به این چینهای روی شن میگن، باد میزنه اینجوری چین چین موج میندازه. یکی دیگه به موج روی آب میگن. یکیش به همین چینهایی که توی ابرها شکل میگیره اینا رو اشاره میکنه. میگه راه. همه اینا رو با هم جمع کنی که همش هم درسته، عمدن این واژه رو استفاده کرد که همه رو با هم دیگه بگه. میخواد بگه راه‌های مستحکم در آسمان‌ها که موجدار است. اینو من نمیفهمم. نمیدونم حالا مثلا فیزیک جدید به این رسیده یا نه. من اگه راجع به فیزیک چیزی بخونم علاقه دارم، علاقه شخصی دوست دارم. موج داره. ای بسا به همین شکل کهکشان ها داره اشاره میکنه. واقعا تصاویرش آدم اومده بیرون. الان جیمز وب داده بیرون. اون موقع چی میدیدن؟ یه ستاره. این کهکشان آندرومدا که بغل دستمونه، بغل دستی کهکشان راه شیریه رو شما تو آسمون یه ستاره میبینید. وقتی زوم میکنید میبینید آقا این خودش هزاران ستاره است. از دور شما یه ستاره میبینید. مثل اینکه خیلی برید بالا یه شهر رو فقط یه نقطه نورانی میبینید. اما اون شهر خودش مجموعه هزاران نور چراغ خونه ها و ماشین ها و تیربرقا و ایناست. و اون موقع که اینا نبوده چجوری تو آسمون اینا دیدی؟ میگه تو اون ستاره ها رو نگاه میکنید موج انقدر زیباست. حتی به معنی زینت هم جالبه. خوب بدونید که حبک استفاده شده، یعنی زینت ها هم استفاده شده برای هم محکمه، مستحکم، زیباست. اولین معنیش راهه و چیندار هم هست. میتونه مدار باشه، چه میدونم هر چیز. ببین نگاه کنید ما وقت نذاشتیم این دردآوره که همیشه غربی‌ها پیدا میکنه بعد میگه تو قرآن ما بود. یه بار داداش تو زودتر پیدا کن. چرا برعکس دارین این کار انجام میدید که برعکس این درست نیست و خوب نیست، که الزاماً دنبال این باشی که هی قرآن علمی بخوای اثبات کنی. این کار درستی نیست. اما اینکه از آیات قرآن تو ایده بگیری بری کار علمی کنی درست. شما کاری نداشته باشه اصلا یونس چی شده قصهش، یه خورده ساده اینو ببین چی داره میگه. میگه میتونی توی محفظه زیر دریا زنده بمونی. زیر دریا. قصه سلیمان رو ببین، میگه میتونی با قدرت هوا تو آسمون بمونی. هواپیما با چی میپره؟ با استفاده از قدرت هوا رو از اینا مکش بکن از اون میده بیرون. موتور جت یا با پره این کار داره انجام میده و همین داره حرکت میکنه. پاک نداره که. این ایده رو تو باید بگیری. توی که قرآن خونی. خدا رحمت کنه فخریزاده همینجوری بود. یه مرکزی داشت تو وزارت دفاع، ایشون تو قلب اون مجموعه سپند درست کرده بود. میگفت جان سپند اینجاست.
من اونجا رفتم دیده بودم کارهای عجیب غریبی میکرد که من یه موردش رو فیلم برداری کردم. گفتم به خدا قسم من برم اینو جای تعریف کنم میگن اینو دیوونه شدم. من میشه همچین چیزی؟ ایشون برعکس عمل میکرد. کارگروه‌های درست کرده بود. اصلا من چطور آشنا شدم؟ برای برخی از این کارگروه اومدن از ما کمک خواستن. اصلا من باورم نمیشد یه همچین کاری کشور ما انجام شد. یعنی دشمن میدونست کیو باید بزنه. کارهای عجیب غریب باور کنید هنوزم نمیشه گفت. نه از این جهت که الزاما محرمانه باشه ها، پذیرش اجتماعی وجود نداره. باشه جواب گرفته بودن، رو آبی کار کرده بودن، زیر میکروسکوپ H2O بود، اما 60% خواص ضد عفونی کننده الکل داشت. 60-70% میکشتن. H2O بود. چطور این کارو کرده بود؟ بحث مفصلیه. فرکانس های آبو گرفته بودن، کار عجیب غریبی. الکل گرفته بودن، کار عجیب غریبی این شکلی. یعنی برعکسش باید بشه. خب ما بگذاریم از این بحث. یا سوره مومنون آیه 17 مثلا ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، میگه 7 راه چون آسمون ها هست. این تعداد اینه، تعداد 7 آسمانه که باز با هم متصله. الله اعلم، نمیدونیم. من ترجمه رو آوردم. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ما بالا سر شما فوقكم 7 راه قرار دادیم، ما بر فراز سرتان 7 آسمان بیافریدیم حالان که از این مخلوق غافل نبودیم. چه ربطی هست بین طرائق بالا و اینکه خدا از شما غافل نیست؟ ما اینجا راه گذاشتیم، غافل نیستم از تو. این راه باید استفاده شه دیگه. ما توی این مسجد یه دری گذاشتیم، حواسمون به شما بودا، من این دره رد شم دیگه. خب چرا نمیتونی رد چی؟ خب این چرا نمیتونی رد چی؟ چی نداری که از این نمیتونی سن؟ نمیتونید الا به سلطان تنفذو. نفوذ کنید اگه میتونید. لا تنفذون الا به سلطان. نمیتونید بدون اون چیزی که من به شما میدم، اون سلطانی که من به شما میدم عبور کنید. تا عبور کردنی اینها. آقا راهو میذارم به رفتن اومدن. 2 داره میفرماد شما اینجا خلاصه نمیشی رو این زمین ها. تو این مسجد نباید صبح تا شب بمونی. یه دعای ندبه داداش جمع میکنی میره خونت. اینجا اومدی یه عبادتی کنی، یه دعای ندبه گوش کنی بری خونت یه جا دیگه است. از تو همین راه ها ما شما رو میکشیم میبریم. که میگه ذل معارج، خدای صاحب نردبان ها، خدای صاحب آسانسورا، خدای صاحب وسیله های عروج دادن، خدای صاحب بالابرها، بالابرها جمع